سلام دوستان عزیز، دوستان خوبم. میخواستم یه آنباکسی که دریافت کردم اونو با شما به اشتراک بذارم و به شما نشون بدم که چه چیزی گرفتم. یه دستگاهی گرفتم که خمیر درست میکنه. خیلی دستگاه محکم و قویه که ولتاژش بالاست، به اسم ماکسیما. بعد 7 لیتره 7 لیتره تا 2 کیلوگرم هم خمیر میتونه بله درست تا کنه. 2 کیلوگرم هم به قول پسرم خمیر درست میکنه. دوستان عزیز، این خمیر درست کنه که این دستگاه خمیر درست کنی که گرفتیم با خمیر درست کنای دیگه یه تفاوتی داره که اون یکی خمیر درست کنا فقط به اندازه یه خمیر کیک درست میکنن، ولی این خمیر درست کن، این دستگاه خمیر درست کن خمیر نونم درست میکنه. همه چی، خمیر همه پیتزا، خمیر پیتزا، ولی خمیر نون خیلی کیک هم میتونی باش خمیر خیلی تو همیه، خیلی خمیریه که خیلی سخت هر دستگاهی اونو نمیتونه بچرخونه. آره. و این دستگاه این کارو میکنه. همه چی باش میتونی خمیر همه نون چیز درست میتونیم، کنی. برای پیتزا، برای نون، کیک. آره، پلاشکی، این این 7 لیتر به اندازه تا اندازه 2 کیلوگرم میتونی خمیر درست کنی تا 2 کیلوگرم، ولی دستگاه خمیر دیگه هم هست که من تو سایت ماکسیما میبینم که مارکش ماکسیماه. مثلا بذار بهت بگم، مثلا 8 لیتر 4 و 5 کیلوگرم خمیر. هر چقدر که لیترش میره بالا خمیرم گنجایش خمیرش هم بیشتر میشه و خمیر بیشتری رو میتونه درست این حالا این دستگاه خمیرساز، حالا دوستان شاید نیازی نباشه بگم، این دستگاه خمیرساز برای 2 نفر برای ما هم خیلی زیاده، ولی خیلی عالیه، خیلی خوبه. پسر من پشت صحنه کار میکنه. آره، این خمیر درست کنی که من بهتون میگم خیلی عالیه. حالا فقط ما میخوایم آنباکسش رو باز کنیم، شما ببینید. شما میتونید تو پیجش برید و ببینید دستگاه های مختلفی داره، از این دستگاه پایین تر داره، ولی این من چون میخواستم خمیر نون درست کنم اون دستگاه به دردم نمیخورد و این ولی با این خمیرساز که 7 کیلوییه و چی میگن این 7 لیتره و چیزش بالاست، قدرت موتورش بیشتره، قویه، میتونه خمیر نون رو برای من درست کنه. چون من مچ دستم درد میکنه، به خاطر همین نمیتونستم خمیر نون رو بزنم. حالا من فقط امروز براتون بازش میکنم تا شما ببینید، ولی زمانی که میخوام خمیر بزنم، کیک و نون درست کنم، برای شما ویدیو میگیرم تا شما ببینید چجوری خمیر رو درست میکنم. حالا میریم برای اگه اجازه بدی من این کارتونش رو بگیرم. به این شکله. اینجا مثلا کیک نونه، حتی و این ماکارونی و نمیدونم چیزای دیگه هم درست مثل یه پاستا خامم میشه درست، همه چی دیگه. البته همه دستگاه خامم میتونه بزنه، ولی این بغلشه. آره، بچرخون. قیمتش چند بود؟ الان میگم. آره، من بازش کنم. این بغلش هم نشون بده. این رنگ سفید دستگاه خمیر و رنگاییه که ما میتونیم انتخاب کنیم برای خرید.
آره رنگ این دستگاه خمیر رنگ سفیده سفید. و رنگایی که میگه که موجود داره رنگای دیگه این هم داره. رنگاست. 1 2 3 میتونی 4 انتخاب 5 6 7 8 9 10 11 12 13 کلا 13 رنگ موجوده از این دستگاه. ما رنگ سفید رو گرفتیم چون و دوست رنگای داشتم زرشکی و صورتی و آبی و چه میدونم بنفش و از اینجور رنگا هم اگه شما دوست داشته باشید میتونید سفارش بدید. قیمتش هم مبارکه. قیمتش هم بگو بیزن. قیمتش هم این 539 یورو بوده. بله. قیمت اصلیش و کورتین خورده. ببخشید قیمت اولیش 653 یورو 39 سنت بوده، بعد شده 539 یورو. بعد دوباره کورتین اومده روش شده 350 یورو با هزینه بیتیفه یعنی مالیات بلاستینگش 423 یورو 49 سنت میشه. 423 یورو 49 سنت با هزینه مالیاتش که شما اگه پست کنید مالیاتش هم میاد روش. کلا میشه 423 یورو 39 سنت. اینو من فکر کنم بذاریم زمین. سنگینه، فلزه. آره فلزیه، خیلی محکم، خیلی سنگینه، پلاستیکی نیست، همه چیزش فلزه، همه چیزش این فلزه. قطعاتشه. نگاه کنید پلاستیک نیست. به خاطر همینه خمیر نونو میتونه بزنه و اینکه قدرت موتورش اونقدر که میتونه. خب شما اینو بگی، من میخوای سنگینه کمک کن. آره من اینو میذارم سنگین باشه، بعد بذاری زمین. آره لطفا اینو کمک کن. نه اینجوری نمیشه. بهتره اینو بلند کن یکم بلند. نه وایسا یه لحظه، شما فیلمو بگیر. بلند کن یکم دیدم. این درشو برداره. شما فیلمو درست بگیر. اوکی به خیلی هم عالی. اینو باید اینجوری باز کرد. چجوری بود؟ میشه لطفا نشون بدی؟ پشت روش کردم. آره پشت رو کرد تونست باز کنه. یعنی این دوستان عزیز نشون بده به دوستان عزیز. آره نشون بده. آقا به این صورت بود، من بازش کردم. آره اینطوری مهم نیست ولی خب شما میتونی اینطوری راحت باز کنی. خیلی سنگینه. سنگینه دوستان عزیز، خیلی سنگینه. برای من خیلی سنگینه برداشتنش. بعد یه جایی رو بذارم که دیگه اینو تکونش ندم، جا به جا نشه. دقیقا جلوی دوربینم اگه از اونجا بگیری خیلی خوبه. دقیقا دوستان عزیز مشاهده کنید خیلی سنگینه، یعنی واقعا سنگینه ها. نگاش کنید خیلی باحاله. بلندش کن. به اینم فلزیه، حتی اینم فلزیه. نگاه کنید دوستان عزیز، این کاسشه، دسته داره، به راحتی میتونید با از دستش بگیریم برداریم. دقیقا اینه و اینه. اینجا خیلی راحت یه چیز پلاستیکی داره.
نه همون جوریه تو خودشه، پلاستیکی داره، یه در تلقی داره و اینو داره و اینا عوض میشه. آره اینا اینجوری عوض میشه. اونو قطعشو بیار. آره میتونیم این قطعه رو وصل کنیم. مشاهده میکنیم. آره بکنم اوکی. نه اوکی. اینو بگی شما، اینو بگی. سخته. این باید توی زامه خیلی سخت نیست. آره سخت هم نیست، اینجوریه راحت. این باید داخل اون سوراخی که داره مبارکه دوش، مبارک شما باشه و راحت فشار میدیم به بالا، بعد میپیچونیم باز میشه. اینم از نه اینطوری نیست. ببین اینجا که خار داره یه لحظه به آشور کن اینجا که میگه اینطوری. آره دیدین دوستان عزیز، اینم از این راحت. این مخصوص خمیره. این مخصوص خامه و این چیزاست. خامه مثلا کیک و اینا. آره ما میتونیم اینو اینجوری راحت بذاریم توش. آره به این صورت. اینجا دکمه هاشم خیلی زیباست، استیلانست. عددهایی که مثلا این دکمه تایمرشه، سرعتشه تا 11 درجه سرعتشه و این هم دکمه خاموششه دیگه. دقیقا اینطوریه. دقیقا. خب دکمه پاورشه، روشن خاموش. و یه دفترچه هم داره، دفترچه راهنما. شما میتونید از طریق این دفترچه راهنما خیلی چیزاشو ببینید، یاد بگیرید. دوستان عزیز اینم بود آنباکس ما که اومد و خیلی مشتاق بودم که بازش کنم و شما هم ببینید که چطور خمیر دستگاه خمیری است. هزینهش کلا با سفارش 423 یورو 39 سنت اگه اشتباه نکنم با مالیات میاد. آره با مالیات. همونطور که اول برنامه گفتم. آره عزیزان من اگر خواستین یه دستگاه خمیری بگیرین که براتون خمیر نونم بزنه، این دستگاه رو انتخاب کنید. خب اینم بود از آنباکس من. تا ویدیوی بعدی به خدا شما رو میسپارم. خدا نگهدار.